ایالات متحده با کشورهای آسیای مرکزی برای رفع عاقبت‌های تحریم‌های ضد روسیه همکاری می‌کند و آماده است که به آنها آلترناتیو برای روابط با مسکو و پکین پیشنهاد کند. با چنین اظهارات روز 13 ایول یاور کاتب دولتی ایمه در امور آسیای جنوبی و مرکزی الیزابت خاست در یک جلسه در کمیته امور خارجی پالاتای نمایندگان کنگره اظهار نمود. آنها از ما در مسئله تحریم ها دستگیری می‌پرسند. برای یافتن راهی مقاومت به فشار از جانب روسیه و چین کمک می‌پرسند. ما با آنها در مسئله تحریم ها به خصوص با ازبکستان و قزاقستان خیلی فعالانه همکاری کرده ایستادیم تا اقتصادهای آنها خراب نشود، گفت دیپلمات. او همچنین افزود که ایالات متحده حالا امکان تحکیم روابط با کشورهای آسیای مرکزی را پیدا کرده است. یادداشت میکنیم که ماه فوریه سال جاری در پایتخت قزاقستان در چهارچوب فرمت 35 جمع 1 ملاقات وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و رئیس دپارتمنت دولتی ایمه انتونی بلینکن برگزار شده بود. ما اجرای تحریم ها را با دقت نظارت میکنیم و پیوسته با یک قطار کشورها از جمله شریکان 35 عاقبت های اقتصادی جنگ را محاکمه کرده ایستاده‌ایم، گفته بود بلینکن. او همچنین اعلام کرد که 25 میلیون دلار مبلغ‌گذاری نو برای دستگیری رشد اقتصادی از جمله ایجاد راه‌های نوی تجارت و کمک به بیزنس در دریافت بازارهای نوی صادراتی علاوه بر 25 میلیون دلاری که مأموریت ایمه علاقه به منطقه تعهد کرده است مبلغ گذاری خواهد شد. ایالات متحده به کشورهای شریک روسیه ضرری از تحریم ها به میان آمده را جبران خواهد کرد، از بس که تمام کشورهای منطقه به این یا آن جهت به روابط تجاری با روسیه وابسته‌اند. تحریم های ضد روسیه به اقتصاد این کشورها نیز ضربه میزند. ایالات متحده این را درک میکند و وعده میدهد که عاقبت های آن را جبران خواهد کرد، اظهار داشت کاتب دولتی ایمه. جنگ روسیه در اوکراین باعث ضعیف خود آن گردید که در منطقه آسیای مرکزی خالگی ژئوپلیتیکی را به وجود آورد. در نتیجه مبارزه برای نفوذ بین قدرت‌های بزرگ در این منطقه شدت گرفت. چنین عقیده دارد بلاگر تاجیک عبدالله عباسوف. با آغاز نمودن جنگ روسیه خود را در وضعیت خیلی دشوار قرار داد که در نتیجه کشورهای ما باز به میدان مبارزه بین دولت‌های مستملکه‌دار تبدیل یافت. گپ سر آن است که رژیم‌های کشورهای آسیای مرکزی را از اول مستملکه‌داران تعیین نموده بودند. از این رو به جز اطاعت به این یا آن حاجه‌هایشان دیگرگونه فکر نمی‌کنند و در بهترین حالت بین آنها موازنت می‌کنند. این حالت تا آن دمی دوام می‌کند که خلق‌های ما ضروریت به دست آوردن سوبیکتیویت سیاسی را درک نکنند که این در نوبت خود تنها با راه متحد شوی و برهم دادن سرحدهای مستملکه‌ای که در عصر 20 مستملکه‌داران روس مقرر کرده بودند امکان پذیر می باشد، گفت عباسوف.